بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما من شعبان فتحت له أبواب الجنة وغلقت عليه أبواب النيران. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. بیننده های نهایت گرامی و قابل قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم الله منان را سپاس و امتنان و حمد بی پایان و بیکران که بنده را توفیق بخشیدن که باز هم در هموطنای خیش قرار گرفت. رب کائنات جل مجده خدمات علمای ربانی ما را مقبول درگاه خیش بگردانه و الله متعال جل مجده همه کارهای ما را لله و فی الله بگردانه و این دعوت و ارشاد و وعظ و نصایحی که داریم سبب هدایت و ترقیات ظاهری و باطنی هرچه بیشتر هموطنای ما الله متعال بگردانه. عزیزای گرامی، گرچند گفته ها بسیار است، انشاءالله مشت نمونه خروار به حضور شما فضایل ماه شعبان به خدمتتان عرض میکنیم. عزیزای محترم، خوشحال و خرسند هستیم که در ماه زی برکت شعبان قرار داریم، یعنی واضح تر بگوییم همسایه رمضان شریف. رمضان المبارک مثل آفتاب روشن و هویدا از فضائل و خصائل و امو شرافت هایی که ماه رمضان شریف داره. چنانه که رمضان یک ماه خوب است، همچنان شعبان که همسایه رمضان است هم خوب است. چنانه که رمضان شریف یک ماه با عظمت و ماه با وجاهت است، همچنان ماه شعبان ماه بسیار با عظمت است. شعبان در بین رجب المرجب و در بین رمضان شریف قرار داره. عزیزای محترم، اگر به یاد ما و شما باشه در برنامه های قبلی در ماه رجب المرجب بعض تشویقات و ترغیبات به روزه گرفتن ماه رجب کرده بودیم. رجب گفته بودیم شهر الله است، ماه خدا ماه رجب بود. ماه شعبان ماه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است و بعد از ماه پیغمبر علیه السلام ماه امت پیغمبر علیه السلام که ماه رمضان است. پس ماه شعبان ماه با عظمت ماه پیغمبر علیه السلام، یعنی نسبتش به پیغمبر خدا علیه السلام که شده به این معنا که ماه بزرگی هست. پیغمبر علیه السلام اکثر اوقات را در ماه شعبان روزه می گرفتن، اکثرا و اغلبا روزه می گرفتن و از پیغمبر خدا علیه السلام پرسیده شد که چرا روزه می گیری در این ماه زیادتر؟ البته سایر ماه ها را هم روزه می گرفت، اما در ماه شعبان روزه زیادتر می گرفتن. مبارک علیه السلام جواب فرمودند که این ماهی است که اکثرا مردم از فضائل این ماه غافل هستند و این ماه شعبان ماهی است که اعمال بنی آدم به الله پیش میشه و من دوست دارم که اعمال ما به نزد رب العالمین جل مجده پیش شود و ما روزه دار باشم. بنابراین ما شما باید پند بگیریم. عزیزای محترم، اگر از ماه مبارک رجب المرجب استفاده نکردیم، سستی و تنبلی کردیم،
گرچند بسیار فضایل را شنیدیم اما اکثریت ما پشت گوش کردیم و توجه نکردیم. گفتیم اگر گرفتی ثواب داره، اگر نگرفتی مشکلی نداره. خب بیایی هنوز هم ما شما وقت داریم. به هر صورت تماس ما وصل است. مهربانی زهرا خواهر ما از نیمروز. و علیکم السلام. بله صاحب. یک خانه جاگه یک خانه که طفل دختر خانه که طفل بچوشانه ممشیر میشه؟ ندانستم همشیره کمی بلندتر صحبت کنه. گفتم یک دختر خانه که یک طفل بچوشانه ممشیر میشه؟ یک دختر خانم چه کردن؟ طفل سینه کو کرده باشه ممشیر میشه؟ طفل را چی کرده باشه؟ سینه کرده باشه بجا بچوشنده باشه. کمی بلندتر حرف بزنه مادر جان، نشنیدم، صدایتان صحیح درست نامد. گفتم یک دختر شده. مهربانی مادر. میگم یک دختر خانه که سینه کل بدن طفل کرده باشه ممشیر شده. خب یک دختر خانم چی کرده؟ طفل بچی شده باشه. طفل نفهمیدم، من سوال نفهمیدم. به هر صورت عزیزای گرامی، در فضیلت ماه شعبان شریف قرار داریم. پس ماه شعبان ماه پیغمبر علیه السلام، ماه با عظمت، ماهی که نباید به غفلتی سپری شود. علما نقل میکنن که ماه شعبان به منزله ابر است و ماه رمضان به منزله باران است. تا وقتی که ابر نباشه باران نمیشه. بنان تا وقتی که تو در ماه شعبان خدا پاک نساختی، در رمضان نمیشه که تو خدا مکمل پاک بسازی، چون این ماه شعبان را روزه گرفتن و عبادت کردن، خود را آماده ساختن بر ماه رمضان است. چرا ماه رمضان شریف ماه مسابقه است. عزیز دل، مادر گرامی، پدر محترم، هموطن محترم، پس ما در ماه شعبان تمرین بکنیم، یعنی نماز خواندن زیاد، صدقات کردن بیشتر و روزه گرفتن زیاد. این تمریناتی است که ما را آماده می سازه به ماه مبارک رمضان شریف. و ما در ماه مبارک رمضان شریف چست و چالاک می باشیم و عادت می داشته باشیم به روزه گرفتن، عادت می داشته باشیم به شب زنده تیر کردن، عادت می داشته باشیم به تمام خیرات و برکات، یعنی چست و چالاک می باشیم در ماه مبارک رمضان شریف. باید که ما در ماه شعبان خود را آماده بسازیم. هر کسی هستیم، نگوییم که والا ما نمیتونم از وجود خود باید دور بسازیم. عزیزای دل، بلکه میتونیم. اکثرا ما سستی و تنبلی میکنیم. خدای پاک همه ما را توفیق بده و الحمدلله توفیق هم میده اگر ما از الله پاک توفیق بخواهیم، چون الله متعال تمام اسباب را مهیا ساخته به ما. چون دست داریم، پا داریم، شکر عقل و هوش و فکر داریم و برای ما وقت مهیا و فراهم است، ما چگونه از این استفاده نکنیم؟ این یک نوع توفیقی است که رب العالمین جل مجده به ما و شما عطا کرده. بنا نگوییم که خدا ما را توفیق نمیده، بلکه اسباب توفیق الله متعال ما و شما مهیا ساخته. میتونیم، اراده داریم، اختیار داریم، حرکت داریم، اما ما خود ما حرکت نکنیم، گناه از خود ماست. یک آدم اگر بشینه نمازهای 5 وقت هم نخونه، مرا خدا توفیق نداده، نه تو نمیشه. الله پاک تو را قدرت داده، تو را وسع داده و تو را عقل و هوش و فکر داده، میتونی نماز بخوانی، اما که نمیخوانی او مشکل در خودت است. بنان الله پاک بنده خود دوست داره. خدای پاک جل مجلاله همه ما را توفیق بده. عزیزای محترم، سوره دخان، الله پاک جل مجلاله در این سوره اشاره با فضیلت ماه شعبان، خصوصا شب براءت میکنه.
در ماه شعبان ما و شما یک شب به نام شب برات داریم. شب براعت یا شب برات که گفته میشه، عوام الناس اکثرا شب برات میگن. خب اصل شب براعت است. نامهای مختلفی داره، یک نامش برات است. الله پاک در قرآن میفرماید انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما نازل کردیم قرآن پاک را در شب با برکت، شب با عظمت. در اینجا مفسرین اقوال مختلفی را ایراد فرمودن. یک قولی است که شب مبارک شب قدر است، در شب قدر ما نازل کردیم قرآن را، که انا انزلناه فی لیلة القدر. و به قول دیگر شب براعت است، شب شعبان است که در ماه شعبان در شب برات ما قرآن نازل کردیم. یک قول ای است. ما نازل کردیم قرآن را در شب با برکت. به هر صورت تماس وصل از برادر مهربانی کنی عبدالکریم جان. عبدالکریم برادر ما از تخار. سلام علیکم سید. و علیکم السلام. سلام به شما مولانا. علیکم السلام. مهربانی کنی برادر، فضل الله هست. مراهم است انشالله. مولانا صاحب بزرگوار صاحب، یک سوالی من است که امی یک طفل به دنیا بیاید. درست؟ امی مولانا صاحب بزرگوار صاحب، وقتی که طفل به دنیا میاد، مثال بعضی کسان میگن که امی طفل در خانه باشه، میگن وقتی که موی سرش میریزه در خانه، میگن موی سری یکی نماز نمیشه، میگن بعد طفل میگه بعد افسالگی بعد سرش کل بکنین نگه و بازنی. اینمی سوال مولانا در افسالگی سرش بتراشن؟ مثالش میگم بعد افسالت شده پاک موی سرش تراشیده شد، میگم پاک شد موی سرش بوده در یک منظم پرتوکته شد. خب وقت افسالش و سرش تراشیده شود کجا انداخته شود؟ طفل که به دنیا آمد و 7 ساله شد مویای سرش تراشیده شود کجا انداخته شود؟ میگه در یک مثال که انداخته شود، میگه مثالش میگه بعد از دوباره که موی سری بالا چیز میگه در خانه بریزه، میگه باز نماز نمیشه، میگه خب مویش اگر بریزه در خانه نماز نمیشه. میگم بریزه. خب درست از برادر، من سوالتان گرفتم. درست. برادر گرامی، بعض کلمات و جملات مشهور و معروف شده در بین خانواده ها، خصوصا در بین زنها، البته او شرعی نمی باشه. از جمله او سخن ها و گپ ها همی گپ است که موی طفل در خانه بریزه باز نماز نمیشه. نه، موی طفل پاک است. نه تنها از طفل بلکه از غیر طفل هم موی پاک می باشه، هیچ مشکل نداره. اگه سر مویش نماز هم بخونی میشه. اما ای که در 7 سالگی مویش بتراشی، ای هم قدر گپ مهمی نیست که ما حتما بتراشیم. خب اگر در طفلی علما و حتی در احادیث شریف ذکر میشه که موی طفل اگر در خردی تراشیده میشه، مثلا 3 روزه یا 7 روزه یا کم و بیش می باشه، موی طفل تراشیده میشه و به اندازه از اون نقره آدم صدقه میکنه، این کار شرعی است و این کار خیر است. اما ای که سر موی از او یا موی از او در خانه باشه نماز نمیشه، این گپ غلطی بوده. هر کسی گفته این گپ اشتباه کرده. انشالله که جوابتان گرفته باشه به هر تقدیر. پس آمدیم رابطه به موضوع خود که در فضیلت ماه شعبان صحبت می کردیم. در تفسیر حسینی شریف، کسایی که تفسیر حسینی دارن اونا میتونن مطالعه بکنن. سر سوره دخان غالبا پاره 25 قرآن است. در اونجا یک خبر نقل میشه، یک حدیث نقل میشه. صاحب کشاف روایت کرده و آورده که در حدیث ذکر میشه کسی که در شب براعت، یعنی شب 15 شعبان،
کسی که 100 رکعت نماز نفل میخونه الله متعال جل مجده بر از این 100 تا فرشته را مسلط میسازه. خب گپ فراموش ما نشه، تماس داریم. خاطره خواهر ما از بلخ، مهربانی بفرمایین. خاطره خواهر. به هر صورت الله متعال 100 فرشته را بر ازی مقرر می سازه. 30 فرشته ایره بشارت بهشت میته. همین کسی که در شب برات عبادت میکنه، نماز میخونه، قرآن میخونه، ذکر میکنه و گریه میکنه. در زمین میراثی داشت، برو سودا کردم، من بیوستم، 1 لک روپه در مدرسه کمک کرده، 1 لک افغانی کمک کرده در مدرسه. امی دو شب جمعه ختمم گرفتن. من 2 تا اولاد خود دارم، نانآور خانم ندارم، اولیمام کرایی است، بیوستم. آیا پسر من میشه کمکم؟ نه نمیشه. من گفتم مادر امیره در مدرسه نمیداری، در من میداری که من یک روز روزگار خود پیش میبردم. منی سوال منی از مولوی صاحب. همشیره گل، این میراث که مانده از پدرت میراث مانده یا از کسی دیگر؟ نه مولوی صاحب، از خود مادرم است، از گیزیمشان مانده بود بر مادر. خو یعنی او حق مادرت بوده، مال از مادرت بوده. از پدر میشه، پدرم است، پدر میگه کمک میکنه دیگه. می جدرهای میگم چی میکنه که می سرجی نمیشه، برش میکنه میکنه مولای من میگن. خودت شوهر نداری؟ ندارم. خودت شوهر نداری مادر؟ گفتم شما شوهر داری نداری؟ سال هستم، شوهر ندارم، 3 سال شده بیوه هستم. امیجا دولی کرایی 6 مشهر مزار شریف هستم. دیگه مادرم همون سال زمین خود فروخته، 1 لک روپه در مدرسه کمک کرده. من چون دیگه که میگم که برکام میتم، آیا من بگویم پیشنهاد کنم قبول میکنم نمیکنم؟ درست است مادر، من سوالتان گرفتم، جوابش دفعتاً بشنو بیننده باش. تشکر، با من خدا حافظت. همشیره گرامی، همون مالی را که مادر تو گرفته زمین خود سودا کرده و به مدرسه کمک کرده، او هم کار خیری کرده، کار خوبی کرده. خب شما یک ضرب المثل داریم که چراغی که در خانه بسوزه مسجد صبر است. پس وقتی که تو دخترش هستی و بیوام هستی، طفلکام داری، درست است در مدرسه هم صدقه و انفاق میشه، ثواب میشه، اما نباید تو را فراموش بکنه. چون تو به اصطلاح توته دلش هستی و توته جیگرش هستی و از خودش هستی، اولادش هستی، برای تو باید هم کمک و معاونت بکنه. اگر چیزی پول پیسه مانده باشه، تو فقیر باشی، برای تو هم کمک و معاونت بکنه، خوب است. اما در مدرسه هم کرده ثوابش میشه، خود تو هم نباید فراموش بکنه و دیگه مشکلی نداره انشاءالله. اگر خودت پیشنهاد بدی یا کسی دیگری، قابل قبول است و باید برای تو کمک شه. برادر ما مهربانی محمد زمان خان از بدخشان. مشنم صاحب بفرمایید. همین باره شبان گفتی که چی وقت خیاطی دیدیم که همین سرزکر نماز بخونیم و روزه را نگید و روزه را بگید سرزکر نماز نفل بخونیم و تجد. خب سوالتان چی بود؟ گفتی که روزه بگیری یا نماز بخوانی؟ روزه را بگیری و نماز نخونی و روزه را نماز را بگیری روزه را نخونی، یک شب بگیری. چی رقم تو واردیاتی شب شبان کدام شب است؟ خب شب برات بگو. برات بگو. شب برات هم برات میگم و ایران برات انشالله تشریح میکنم، بیننده باش. تشکر مادر. خب برادر ما سوال کردن که اگر یک آدم در ماه شعبان روزه میگیره اما نماز نفل نمیخونه، یعنی نمازهای فرض خو میخونه، چون الحمدلله همه ما و شما مؤمن هستیم، مسلمان هستیم، متدین هستیم، نمازهای 5 وقت خو میخوانیم.
خب اما کسی که روزه میگیره و نماز نمیخوانه، یعنی نماز نفل نمیخوانه، این هم درست است. و اگر کسی که نماز میخوانه روزه نمیگیره، این هم درست است، هم درست است. خب منتها این جمع در بین یک فضیلت کرده. اگر یک آدم هم از طرف شب نماز نفل میخوانه یا روز نماز نفل میخوانه و این طرف روزه میگیره، این جمع در بین دو فضیلت میکنه. کسی که نماز میخوانه روزه نمیگیره، این ثواب نماز میبره، ثواب روزه را نمیگیره. و کسی که روزه میگیره و نماز نمیخوره، همچنان ثواب روزه را گرفته، ثواب نماز را نگرفته. یعنی تو نیست که اگر این روزه گرفت باز نماز نفل نخواند روزه شم نمیشه، یا نماز خواند روزه نگرفت باز نماز شب و روزش نشه. تو نیست. پس میشه دیگه اونمو هر کسی که هر قدر کار خیر انجام میده به نزد الله متعال مقبول است. و دیگه ای که شب برات غالبا شب یک شنبه آینده است. خداوند همین ما را توفیق بده. خب تماس داریم عزیزه خواهر ما از نیمروز. تماس وصل است مهربانی. السلام علیکم مولوی صاحب. و علیکم و رحمت الله. بفرمایید همشیره. مولوی صاحب مردم میگه که مرد بستر آب داره، دار ما میگه که مرد بستر است، باز بتناغ نمیگه که بلند شود. دوباره تکرار کنی همشیره، کمی بلندتر حرف بزنی. خب شوهر میگه که تو بالای ما حق نداری؟ نه اشتباه میگم مهربانی. درست است، درست است. درست است، من سوال گرفتم. درست است، مادر من جواب میتونم. خب همشیره ما پرسیدن که شوهر میگه به خانم خود که من بالای تو بسیار حق دارم. خواهی از هر من الشمس است، یک مسئله واضح و آشکار است که حقوق از جانبین است. مثل که شوهر بالای خانم خود حق داره، همچنان خانم بالای شوهر حق داره و حقوقشان ذکر است. حقوق چند نوع حقوق داریم و شما خب نمیشه ما تمام حقوق بیان بکنیم. خب هدفی است که حقوق داره، بله رویه نیک بکنه به همراه خانم خود، دو دشنام و همچنان نمو ظلم و جبر حق نداره بالای خانم خود بکنه. خانم خود درست نان بته، درست چای بته، درست کالا برش بته، خانه خوبش برش مهیا بسازه مطابق وسع و توان خود. این حقوق خانم است. و همچنان به خانه پدرش که میره حقش است، باید بره او را اجازه بده. حتی علما میگن که هفته یک مرتبه باید خانه والدین خود بره، این حقش است. اما اکثریتی را تلف کردن. خب باز کسی که خیر از راهش دور است، یا کسی از فرض مثال بی بضاعت است، اقتصاد خوب نداره، کرای موتر نداره، بازو خیر است یک ماباد بره. اما ای که یک مسلمان یک خانم با خانه پدرش او را در یک سال هم نمانی، او را در 6 ماه نمانی و 1 سال نمانی، این ظلم است، این حقش تلف میشه. بنابراین حقوق هم دیگر را مراعات بکنیم و اجازه بدیم خانمای خود که حداقل ما یک مرتبه خود خانه پدر و مادر خود بره و اونها را احوالگیری بکنه. اگر رای ما زیاد دور می باشه خیر است، 2 ماه بعد. و اگر نه که رای ما نزدیکتر است، خانه خسر نزدیکتر است، زودتر باید خبرش. این حقوقش است. یعنی حقوق خانم ها همچنان بالای شوهران است. تو نیست که تنها شوهر حق داشته باشه و خانم حق نداشته باشه. پس چون اگر مرد شوهر بنده الله است، خانم هم یعنی زنم بنده الله است. بنان الله متعال همه را توفیق بده که حقوق هم دیگر را متوجه باشیم، وقت تلفی نکنیم. شوهر دیگه بلند پروازی نکنه که ما سرپرست خانه هستیم، ما شوهر هستیم، حقوق داریم و او طرف خانم ها هم حقوق دارن، حقشون باید تلف نشه. به دیده انسان باید که به طرف از او دیده شود. به هر صورت ماه شعبان ماه بسیار با عظمتی است،
ماه بزرگی است که الله متعال در قرآن به فضیلتش اشاره کرده. خصوصا شب براءت را الله پاک جل مجده در قرآن پاک به فضیلتش اشاره فرمودن. ما قبلا به شما گفتم کسی که 100 رکعت نماز میخوانه، 100 رکعت نماز میخوانه نفل در شب براءت که شب یکشنبه آینده هست، ان شاء الله 100 رکعت نماز میخوانه، الله متعال 100 فرشته را بالای از این مقرر میسازه که 30 فرشته ای را بشارت بهشت میته. 30 فرشتهش بشارت بهشت میته که تو بهشتی هستی و بهشتی میباشی اگر ادامه بدی به می طاعت و به می عبادتت، با اخلاص می عبادت انجام بدی. و 30 فرشته ایره پناه میته از آتش دوزخ و یعنی دعا میکنه به دربار الله متعال که پروردگارا می بندیت از آتش دوزخ پناه بده. و 30 فرشته دیگری که الله متعال مقرر کرده ای از آفات و بلیات دنیا ایره در حفظ و امان الله میسازه. یعنی همیشه دعا میکنن این فرشته ها که پروردگارا می بندیت از آفات و بلیات دنیا حفظ کو. این 90 فرشته شد. 10 فرشته دیگه میره از مکر و مکاید شیطان دور میسازن. یعنی دعا میکنن که پروردگارا ایره از شر شیطان و از فریب و مکر شیطان خدای دور داشته باش. این فضیلت از تفسیر حسینی شریف در تفسیر همی آیه کریمه که انا انزلناه فی لیلة مبارکه در اینجا نقل شده. الله پاک همه ما را توفیق بده که کوشش کنیم که نماز بخوانیم در این شبها و در این روزها روزه بگیریم. پیغمبر خدا علیه السلام اکثرا ماه شعبان را روزه می گرفتن. از اینکه یک وقفه کوتاه داریم، انشالله دوباره به خدمت خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. مجددا خدمت یک و یک عزیزای گرامی که هم اکنون بنده فقیر و حقیر را در پرده تلویزیون نور در برنامه پاسخ نور شما تماشا داریم. خواستیم رابطه با فضائل ماه شعبان صحبت کنیم. فضیلت روزه ماه شعبان در حدیث مبارک ذکر میشه که من صام یوما، کسی که یک روز روزه گرفت از ماه شعبان، فتحت له ابواب الجنه، درهای جنت بروی ازی گشاده کرده میشه. و غلقت علیه ابواب النیران، و درهای دوزخ بروی ازی بند کرده میشه. رحمت الله جل مجده بهانه میخواه، میشه همین بهانه شو الله پاک جل مجده ما را ببخشه و همین فضیلت نصیب ما بگردان. از رحمت الله متعال بعید نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به شب معراج تشریف بردن، به امرای الله متعال در راز و نیاز شدن، پیغمبر علیه السلام به الله عرض میکنه که پروردگارا تو به حضرت موسی علیه السلام ثعبان دادی. ثعبان اژدها را گفته میشه. عصای موسی علیه السلام، معجزه موسی علیه السلام بود که به زمین منداخت، اژدها جور میشد. گفت پروردگارا به موسی علیه السلام عصا دادی، ثعبان دادی، یعنی انمو عصایش برش اژدها ساختی. در عربی ثعبان میگه. فاذا هی ثعبان مبین در قرآن ذکر میشه در سوره اعراف. برازو ثعبان کرامت کردی پروردگارا، برای چی عطا میکنی؟ الله پاک جل مجده فرمود که ما برای تو شعبان دادیم. اگر برازو ثعبان دادیم که با واسطه ثعبان یعنی اژدها اونمو سحره فرعون فرعونیان را بلعید و قرد کرد و باطل ساخت، برای تو شعبان دادیم که شعبان سبب عفو و زدودن گناه های امتای تو میشه. یعنی اگر در ماه شعبان امتان تو روزه بگیرن، نماز بخوانن، گریه بکنن، دعا بکنن، الله پاک جل مجده با برکت ماه شعبان خصوصا در شب براءت عبادت بکنن، نماز بخوانن، الله پاک ثواب عفو و گناه های امتای تو میکنه. پس شعبان به موسی علیه السلام داده شده، شعبان به حضرت رسول مقبول علیه السلام
ارزانی شد. عزیزای دل، شعبان 5 حرف داره. علما میفرماین، امام غزالی رحمت الله، سایر علما میفرماین که شینش دلالت به شرافت میکنه. الله متعال تو را شرافت نصیب میگردانه. خب از این را تشریح کنیم. یک تماس داریم. محبت از بغلان تماس گرفتن. مهربانی برادر. بله مشنم خواهر، بفرمایید. اگر یک روز روزه بگیرم میشه کل گناهی ما دور میشه؟ درست همه خیر سوال بود. درست است مادر. مادر ما پرسیدن اگر یک روز روزه بگیریم میشه؟ بله صاحب، چرا نمیشه؟ کم تو کرم الله جل مجده، هر کس مطابق وسع و توان خود. اما افسوس به حال او کسایی که وسع و توان دارن اما یک روز هم نمیگیرن. خداوند سر ما رحم کنه. یک روز هم میشه. پیشتر من حدیث مبارک به شما خواندم که کسی که یک روز روزه بگیره به اخلاص، الله پاک درهای جنت برویش باز میکنه و درهای دوزخ برویش بسته میکنه. پس یک روز هم که از وسط میشه روزه بگی. اگر 2 روز میشه 2 روز بگی، اگر 3 روز میشه 3 روز بگی. دیگه مطابق وسع توان خود کوشش کنیم که روزه بگیریم و نماز بخوانیم. گفتیم شعبان 5 حرف داره. شینش دلالت به شرافت میکنه. کسی که ماه را طاعت کرد، عبادت کرد، الله متعال ایره شرافت دنیا و آخرت نصیب میکنه. عینش دلالت به عزت میکنه، خداوند عزت دنیا نصیبت میکنه. و عینش دلالت به علو دار، الله متعال علو درجه در آخرت نصیبت میکنه، مقام عالیه نصیبت میگردانه. سیم بای شعبان به برکت دلالت میکنه که الله متعال تو را برکت نصیب میکنه در مال و اولاد و زن و فرزندت، در کار و بارت، در عمرت. الله متعال تو را برکت نصیب میکنه. و الفش دلالت به امان میکنه که الله متعال تو را از آتش دوزخ در امان میسازه. و همچنان یا در دنیا الله متعال تو را امان میته از آفات و بلیات. یا الفش دلالت به الفت میکنه که الله پاک در آخرت به امرای تو الفت می داشته باشه. و نونش هم دلالت به نور میکنه که الله متعال تو را نورانی میسازه که در ماه شعبان عبادت بکنی. پس عزیزای دل، هموطنای گرامی، عام از مرد و زن، پیر و جوان، در هر جای به هر منصب و به هر نام و نشانی که قرار داریم، اگر ملا هستیم، عالم هستیم، شیخ، صوفی، حافظ قرآن هستیم، دکتر صاحب هستیم، انجینر صاحب هستیم، معمار صاحب هستیم، کارمند یک برنامه هستیم، هر کسی خود مطلق مسلمان هستیم، باید از برکت و از فیوزات این ماه مبارک ما خود را بی بهره نسازیم. روزه بگیریم، سر نفس خود پای بانیم. این هم به جان ما فایده داره، یعنی هم ثواب است هم خرما است. روزه گرفتن بر وجود ما مفید است، صحتمند میشیم. الله متعال جل مجده چرا روزه را فرض گشتانه در ماه مبارک رمضان؟ به خاطر شما صحتمند باشی. خب مهدیه خواهر ما از میدان وردک، مهربانی. تماس وصل است، مهربانی کنی. من از مولوی صاحب یک سوال داشتم درباره همین 100 رکعت نمازی که در شهر برات خوانده شده. برای ما همین نیت دیره بگو یک چند رکعت نیت کنیم و چه وقتی را بخونیم. به خاطر از این سوال ما نیست. درست است مادر، درست. خب مادر ما پرسیدن که 100 رکعت نمازی که در شب برات خوانده میشه به کدام طرز و طریق بخوانیم؟ چون نماز نفل است، اگر 4 رکعتی نیت بکنیم هم جایز است. 4 رکعت نماز نیت بکنیم، به یک سلام بخوانیم هم میشه. و وقتی که فرض مثال 4 رکعت خواندی، تسبیح داشته باش، این طرف یک تسبیح پرتو، بالاخره 100 رکعت پورا بکو. 4 رکعت که خواندی 4 دانه تسبیح را پرتو. 8 رکعت خواندی 4 تای دیگر هم پرتو. فرض مثال 12 رکعت خواندی، اگر 4 رکعتی میخواندی هم میشه و اگر 2 رکعتی بخوانی هم میشه. خب از 2 رکعتیش کرده که 4 رکعتی بخوانی بهتر است. چه وقت شب بخوانی؟
اگر سر شب استراحت میشی یک ساعتک باز میخیزی میخوانی هم میشه، یا اگر در سر شب میخوانی هم میشه، در آخر شب میخوانی هم میشه. و اگر کسی که استاده میخوانه واسه توان داره استاده بخوانه، مثلا 50 رکعت خواندی خسته شدی 50 رکعت دیگهش نشسته بخوان، مشکل نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله متعال هیچ انسانه، هیچ مرد و زن مسلمانی را مکلف و مجبور نساخته مگر به اندازه وسع و توانش. نیتش چگونه باشه؟ نیتشی که نیت کردم ادا سازم 4 رکعت نماز نفل، خلاص مشکل نداره. انشالله که مادر ما سوال خدا جوابش گرفته. عایشه خواهر ما از کندوز. تماس وصل است، مهربانی. خبر برم بچه رو در زیارت میبرم. من یاد بچه 16 سالت 10 سالت رو میکنم یا خیر یا که بگم سعی کنیم باز بخوانی دعا کنیم، دعا دارم خدا قبول نیست. خب البته خواهر ما صحبت نکردن. به هر صورت هدفی بود که ما این ماه مبارک در غفلت سپری نکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با وجود از این که منزه و پاک بودن ماه شعبان روزه می گرفتن. شب برات چرا شب برات گفته میشه؟ به می خاطر که الله متعال پاک می سازه بنده های خود را. در حدیث ذکر میشه که عایشه رضی الله تعالی عنها می فرماید شب از شبها رسول خدا صلی الله علیه و سلم مهمان ما بود، یعنی شبش باید به امرای ما می بود، نوبت ما بود. یک قسمتی از شب بیدار شدم دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در کنار ما وجود نداره. ما وار خطا شدم. یک نوع همه تو رشک ما آمد که رسول خدا علیه السلام پیش خانم دیگر خود نرفته باشه، نوبت مرا اعلا کرده جای دیگری رفته باشه. از پشتش برآمدم و در جستجوی رسول خدا صلی الله علیه و سلم شدم. ناگهان در مسجد داخل شدم، دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در شب برات است. متوجه باشی پای ما در وجود رسول خدا علیه السلام تماس کرد و رسول خدا علیه السلام در سجده بودند و در سجده گریه می کردند و گریه می کردند و دعا می فرمودند. به هر صورت تماس داریم. مهربانی. سوال ما است که برای ماه شعبان که روزه بگیری به خاطر سعودی قرضدار باشی چون میشه؟ به خاطر قرضدار تماس البته وصل نیست. به هر صورت عایشه رضی الله عنها می فرماید که پای ما تماس کرد به وجود نازنین پیغمبر علیه السلام و ما فهمیدم که رسول خدا علیه السلام دیگه جای نرفته، به نماز آمده و در سجده دعا میکردن. دعاهای عجیبه و غریبه در کتابا نقل شده. امام غزالی رحمت الله علیه نقل کرده که در سجده هم دعا میکردن، از سجده که بالا میشدن هم دعا میکردن. اللهم ارزقنی قلبا تقیا نقیا من الشرک. اتو به این الفاظ دعا میفرمودن و گریه میکردن. وقتی که نمازشان تمام شد عایشه رضی الله عنها و پیغمبر علیه السلام میفرماید که انت فی واد انا فی واد. ما در یک خیال هستم و شما در خیال دیگری، یا من در یک حالت هستم شما در حالت دیگری. ما یک فکر داشتم و شما در فکر دیگری مصروف و مشغول بوده. به هر صورت محمد کبیر از پروان. نفهمیدم برادر، بلندتر حرف بزنی. خب شب برات کدام شب است؟ مهربانی میگم. برادر ما باز پرسیدن که شب برات کدام شب است. امروز روز 8 ماه شعبان از غالبا دیگه، تا جایی که ما سنجیدیم شب یک شنبه آینده که شب برات است. انشالله الله پاک همین ما را توفیق بده که شبش نماز بخوانیم و روزش روزه بگیریم دیگه، سر نفسکای خود پای بانیم
اگر ماه رجب المرجب تنبلی کردیم، خیر دیگه ماه شعبان تنبلی نکنیم که بعد از او رمضان شریف آمدنی است و در رمضان باید چست و چالاک باشیم دیگه. رمضان گفتم که او میدان مسابقه است، تا که زورداری باید طاعت عبادت بکنیم در ماه رمضان. و کسی که میخواهد در مسابقه پیش شود باید قبل از مسابقه تمرینات داشته باشه، مثل که اینمی ورزشکارایی که میخواهند به جای به مسابقه پیش شوند قبل از مسابقه یک هفته خوب پیشتر خود خوب آماده میسازن، وزن خود کم میکنن که در مسابقه ناکام نشم، عریف مرا نخوانه و مرا نکاوت نکنه. به خاطر از اینکه نکاوت نشده باشیم در ماه رمضان باید ماه شعبان مد نظر داشته باشیم. خب تماس داریم، استخار مهربانی. بله سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. مالک محترم خوب هستید که حتما فضل و مرحمت الله هست، بفرمایید. بخیر سلامت باشین. اول خو خداوند ما را توفیق بده که نسبت به ماه شعبان که صحبت میکنیم روزای نماز داشته باشیم. و دوم یک سوال داشتیم خدمتتان مالک محترم. مهربانی مطرح کنی. مالک درباره زکات یک سوالی داشتیم که من خودم یک 4 دانه طفل دارم، خدا را شکر پدر و مادرم گاو ناگاهی خرج شد مداخله باوده داریم دیگر مقداری 1 لک کم و بیشی پول نقد داریم، ملکیخانه داریم، 1 لک روپیه شاید مال داری باشه. گفتم برای من زکات این فرض است، یعنی اگر خرج بکنیم برای من 1 لک روپیه بیشتر داری در خانه؟ 1 لک روپیه بیشتر پول نقد دارم، ملکیخانه دارم، همینجا که حدود 1 لک کم و بیش شاید جنس داخلش باشه دیگه. همین چی بودم که گفتیم زکات چی میشه برای ما فرض میشه یا نمیشه؟ خب درست است، من برادر سوالتان گرفتم، جواب میتم. تشکر، فقط جوابی درست. برادر ما گفتن من پول نقد در خانه دارم. پول نقدت اگر 40,000 باشه حد احتیاطیش، یا از او بالاتر باشه و 1 سال بالای از او بگذره، سر تو زکات است. اگر کسی بگه من 40,000 روپیه در خانه دارم یا 1 لک روپیه در خانه پول نقد دارم، سر از او هیچ کاروبار نمیکنم، خیلی نباید بالای از او زکات باشه. نه، الله متعال ایره به خاطر تجارت، به خاطر منفعت، به خاطر استفاده، به خاطر کاروبار خلق کرده. مثلا کسی طلا داره یا نقره داره، پول نقد داره در خانه، سرش کار نمیکنه، سال به سال زکات داده میره، از او کم شده میره. یعنی تو باید استفاده بکنی از او، سر از او تجارت بکنی، که نمیکنی باید سالانه از او زکاتش بپردازی. مثلا در 40,000 1,000 روپیه باید زکات بتی، در 80,000 2,000 بتی و در 1 لک هم 2,500 بتی. هر قدر بیشتر میشه و نمو 41ش باید بپردازی در زکات، سر تو است. و در دکانت که دکان داری، در دکان تو زکات نیست. اگر از او دکانت باز پول میشه و پولش به مقدار زکات میرسه، به نصاب زکات میرسه، باز از پولش، یعنی سر پولش هم 1 سال سپری میشه، باز او زکات است. خب به هر صورت خدا کنه که برادر ما جواب خدا گرفته باشد. آمدیم رابطه به ای که ماه شعبان ماه بسیار با عظمت، ماه بسیار با برکت، الله پاک همه را توفیق بده که از این استفاده بکنیم. پیغمبر علیه السلام با وجود ازی که چقدر وجاهت و بزرگی داشتن، اما بازم عبادت میکردن. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمود که انت فی وات و انا فی وات، ما در یک خیال و فکر و شما در خیال و فکر دیگری هستی. پیغمبر علیه السلام با عایشه میفرماید که ای عایشه، آیا تو نمیدانی که ماه شعبان است و شب برات است؟ شب برات نباید در غفلت سپری شود. و پیغمبر علیه السلام فرمود که الله پاک در شب برات به هزارها بنده خود را که مستحق دوزخ می باشه از آتش دوزخ نجات میده. در حدیث ذکر میشه که به اندازه گوسفندای بنی کلاب در قوم عرب 3 قبیله بودن که بسیار گوسفند داشتن، اما کمترینش 20,000 بوده. قبیله مضر، ربیع و همچنان قبیله بنی کلاب. این 3 قبیله بودن که بسیار گوسفند داشتن. پیغمبر علیه السلام فرمود که به اندازه مویهای قبیله بنی کلاب الله پاک بنده های خودم می بخشه. الله پاک در هر شب
سر بنده های فضل و رحمت داره، اما در شب برات الله متعال جل مجده از سر شب الله متعال جل مجده بلا کیف سر بنده های خود ندا میکنه که هل من مستغفر فاغفر له، آیا کسی است که از من طلب مغفرت بکنه ما ببخشمش؟ هل من سائل، آیا کدام سائلی وجود داره که سوال بکنه از الله بخواه سوالش برش داده شود؟ آیا کسی است که دعایی بکنه دعایش اجابت شود؟ الله پاک جل مجده با بنده های خود ندا میکنه. پس این رحم و کرم الله متعال است. اگر از جانب معشوق نباشد کششه، کوشش عاشق بیچاره به جای نرسد. الله متعال که معشوق ماست، او به طرف ما تمایل داره به رحمت کردن، به مغفرت کردن، به حاجت روا کردن. ما چقدر مشکلات داریم عزیزای دل. در این ماه مبارک ما مشکلات خود حل نسازیم، استفاده نکنیم، این یک چانس است و این یک تخفیف ویژه ای است که الله متعال نصیب به این امت گشتانده. پس بنان از این تخفیف ها باید استفاده بکنیم، در خانه توصیه بکنیم. الحمدلله بسیار بچه های جوان تندرست و صحتمند، مادرای جوان، پدرای جوان میتونیم استفاده بکنیم اما نمیکنیم. سالها خوردیم، روزها و شبها و ماها نان و چای خوردیم. چی میشه که یک روز دو روز روزه بگیریم به خاطر الله امو خانه آخرت خودم مد نظر داشته باشیم؟ خب بر تقدیر گلبوبی مادر ما از هرات، مهربانی مشنوم، مهربانی کنیم. ما رضا گفتم دو روز آدم یک روز بگیری ثواب داره. یک روز دو روز روزه بگیری مادر در ماه شعبان؟ بله بله. خداوند توفیق بتید. خوب است. دیگه چی سوال داری؟ بر صورت. خب پیشتر قبلا هم این سوال جواب گفتیم که اگر کسی گفت یک روز روزه بگیره زیاد روزه گرفته نتانه، مشکل نیست. مشکل نیست اگر یک روز میتونیم یا دو روز میتونیم یا 3 روز میتونیم، هرچی بیشتر بهتر. اونمو قدر هر قدر که مال متاع دنیا زیاد باشه دوست داریم، خوش داریم، اونمو تا هر قدر که روزا میگیریم بهتر است، خوشتر از به نزد الله متعال. هر قدر پیسه بیشتر بهتر و هر قدر روزه و نماز بیشتر بهتر به نزد الله متعال. بنان خدای پاک جل مجده همه ما را توفیق بده دیگه. بعضا میگن والا ما روزه گرفتن نمیتونم، یکی نمیگیرم است یکی نمیتونم است. بانه نکن مادر گرامی، برادر گرامی، هموطن عزیز، یکی بهانه جویی است، تیشه را در پای خود زدن است. راه گنجشکک به خود پیدا نکو. خدای پاک تو را وسع داده، قدرت داده، صحت داده، عافیت داده. خدای پاک تو را روزی میته و تو وسع و توان داری که یک روزه بگیری به خاطر الله، دانت بند کنی که خدایا ما به خاطر تو روزه گرفتیم. به این نیت روزه بگی، به این نیت نماز بخوان در شب برات، در غیر از شبهای براتام. هر شب برات از گر برات بدانی. ای خواجه چه جویی ز شب قدر نشانی، هر شب قدر از گر قدر بدانی. پس هر شب بر ما شب برات است. نگوییم که تنها ما در شب برات میخیزم نماز میخوانم دیگه امو فضیلت میگیرم. حالا شب قدر که در رمضان شریف است او چرا پوشیده شده؟ یعنی علما نمیگن که حتما در شب 27م شب قدر است، یعنی اغلبا و اکثرا در شب 27م می باشه، یعنی احتمال داره در شب 25م باشه، در شبهای تا اخیر رمضان شب 21 باشه، 23 باشه، 29 باشه. با این خاطر که اگر بگوییم که قطعی فیصله کنیم که شب قدر در شب 27م رمضان است، همون شب طاعت عبادت میکنیم، در دیگه شبها غافل می باشیم. پس به این خاطر شب قدر پوشانده شده. شب برات هم نکنیم که در شب برات تنها نماز بخوانیم. والا فضیلتش ما از مولوی صاحب شنیدم که 100 رکعت نماز بسیار فضیلت داره، دیگه اونمو را بخوانیم دیگه در غفلت باشیم. بنابراین هر شبش و هر روزش کوشش بکنیم که روزه بگیریم، نماز بخوانیم، طاعت بکنیم، عبادت بکنیم، صدقه بکنیم. حتی در حدیث شریف ما خواندم در کتاب انیس الواعظین ذکر میکنه قصره.
و ذکر میشه کسی که در ماه شعبان 1 روپه مصرف میکنه الله پاک ثواب 100 روپه را برش میده، ثواب 1000 برش میده. یعنی مطابق اخلاصت 1 روپه به 100 روپه به 1000 روپه تبدیل شد، کلان اجر است، کلان تخفیف است. کسی که 10 روپه در راه الله میده، کسی که 100 روپه میده، چقدر اجر داره. پس در این ماه مبارک شعبان عزیزای دل صدقات خود بیشتر بکنین. در وطن ما و شما بسیار فقرا، مساکین، اردم شهیدا، بیچاره ها، کسایی هستند که والله که میبینی جگرت خون میشه، بی بضاعت، مسکین، فقیر، یک جور پیزار درست نداره، کارای درست نداره، در خانه طعام نان ندارن. چی میشه که همه تو مخفی خاص به خاطر خدا 1 کیلو یک بوره بگیری، 1 دانه 2 دانه نان بگیری، کمک و ریارد بگیری، هر کس مطابق واسه توان خود به یک فقیر، به یک مسکینی که شناساس یا ناشناس است بر از او کمک و معاونت داشته باشی، تا ای که الله پاک جل مجده آخرت تو را زیبا بسازه و تو محبوب الله شوی. مهربانی گلبدین جان از بغلان بفرمایین. بله. مشنوم برادر. سلام علیکم. و علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم و رحمت الله بفرمایین. گفتم بایسته برید به اولادی بکنید 5 سال پیش عارفی کردن اولاد. کمی بلندتر صحبت کو برادر. چی گفتی؟ 5 سال پیش معرفی کردن تا تغییر کردن تا مصرف کردن اولاد چیز ما نمیده. خب شما چی کردی؟ عروسی کردی اولاد نداری؟ جان است. خب دیگه عروسی کنی دلتی است؟ نه یک بار عروسی کردم اما باری دیگه دوباره عروسی کردم. یعنی خانم دوم گرفتی؟ جان. اولاد از هر دویش نداری؟ نه. خب درست است. درست ما جواب میتونم. برادر ما پرسیدن که من خانم اول گرفتم از او اولاد ندارم، خانم دوم گرفتم از او هم اولاد ندارم. آیه کریمه است در قرآن پاک، الله پاک جل مجده می فرماید که بعضی از بنده های خود را ما پسر میتیم، بعضی ها را دختر میتیم. یعنی به یک تعداد ما بچه ها میتیم، این دختر نمیتیمش، یا به بعضی ها که خواست الله متعال شود دختر میته بچه نمیته. ما شما تجربه ها بسیار داریم و نمونه ها بسیار داریم. و الله پاک می فرماید که اگر خواست ما شود ما کسی را عقیم میسازیم، یعنی هیچ خانهش اولاد نمیشه. یک زن مانده که 10 تا زن هم بگیری الله پاک خواستش نباشه الله اولاد نمیتیته. خب ما اینو نمیگیم که این برادر ما را الله پاک اولاد نمیته. امکان داره که الله پاک جل مجده از اون خانم اولش را اولاد نصیب کنه، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، تو رو آدم نمیدانه، یا از خانم دومش نصیب کنه. و ایام احتمال داره که تو زن سوم و چهارم هم بگیری الله پاک تو را اولاد نته. خب ما گمان خود خراب نمی کنیم و تو هم گمان تا خراب نکو، الله پاک ممکن به تو نصیب کنه، میشه از خانم اولت نصیب کنه یا دومت نصیب کنه. و اگر نه که وسع و قدرت و توان داری و توانایی مالی و جانی داری، خانم سوم میگیری، هم اختیار داری، تا 4 زن تو حق داری. خانمای تا زور نتا، اما گپ شریعت و حقیقت آدم باید بگویه دیگه. یا اگر خواستت میشه باز خانم سوم نگی، چرا؟ اگر الله پاک تو را اولاد بده از خانم اول یا دوم تو را اولاد میته. و اگر نه که مشکل در خودت باشه، این احتمالات وجود داره که بعض اوقات مشکل یا در خانم می باشه یا در شوهر می باشه، مشکلات می باشه. باز اون مشکلاتش یا با واسطه دکتر صاحب یا با واسطه یک دم، یک دعا، یک تعویض او دفع دور میشه دیگه. این دانسته نمیشه که مشکل در شماست یا در خانمایت است، ممکن مشکل در خودت باشه و این امکان داره که مشکل در خانم باشه، یا این امکان داره که مشکل نه تو داری نه خانمت. خدای پاک نمیته. این سعادت به زور و بازو نیست تا نبخشد خدای بخشاینده. به زور و به قوت هم نیست. یگان تا میگه والا فلانی ضعیف از جان و جسد نداره، خانهش اولاد نمیشه. و تو کسایی را ما شما میبینیم که سون جان و جسدش میبین لاغر ضعیف و نحیف است، اما خوب اولاد داره ماشاءالله. اما یک آدم دیگه ورزشکار است، کلبکار است، تنومند است،
خوب وزن بردار است، چاق و چلم است، خانهش اولاد نشده. پس این سعادت به زور بازو نیست، تا نبخشد خدای بخشاینده. الله پاک جل مجدو همه ما شما را شامل خیرات و برکات بسازه و ما را توفیق بده که از این ماه مبارک شعبان استفاده های مادی و معنوی داشته باشیم. از اینکه وقت برنامه ما تمام است و دیگه نمیتونیم به خدمت شما باشیم، شما را به الله پاک منان بسپارم و خدای پاک همه ما را توفیق بده گوینده و شنونده را که به گفته‌های خوب ما عامل باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.